امروز میخوایم بریم. امروز نه، الان میخوایم بریم. الان میخوایم بریم پارک، تمام بازیایی که تو بچگی میکردیم رو انجام بدیم. بزن بریم. بس کن. باید کوتاه. دست من دست بیرون داره. دست من کمر من رد نمیشه آخه. جا پیدا نکردیم داریم برمیگردیم. بچه هم گوه بخوریم. بریم خوراکی‌های بچگی رو تست کنیم. بزن بریم. خب بشین. خوراکی مورد علاقه تو بچگی چی بود؟ چی خیلی می‌خوردی تو بچگی؟ خیلی چیزا می‌خوردم تو بچگی. مثلا بازم باید گفتم. مثلا چی؟ مثلا کلوچه نادری می‌خوردم. خیلی خوبه. کلوچه نادری، کلوچه ویفر نادی می‌خوردم. شکرول می‌خوردم که فاز سیگار می‌گرفتم. امروز همه رو می‌خوایم تست بکنیم. آقا سپر چی داریم؟ همه رو بده بیاد. منظورت آیتم اول چی میتونه باشه؟ هر چی دوست داری فقط بده بیاد. داریم میمیریم از گرما. آیتم اول این دست. 2 تا بود از این. خب رامتین هم خیلی دوست داشتم. اون فندقیه. این همین با طعم کاپوچینوه. این با طعم فندقه. بریم بخوریم چی هست. بقیه رو بدیم آقای فیلم بردار بخوره. چه عطر بالی. هنوز همون طعمی که داره هنوز هست. من اصلا این طعم فندقیشو خیلی دوست دارم. میخوای امتحان کنیم؟ اون بده من. ما فندق دوست دارم. نمیخوری؟ سپر بگیر. آتش بخور. این چی بود؟ کاپوچینو خوشمزه است. خوشم نمیاد. آیتم بعدی بده بیاد. بدو. آیتم بعدی تمام آیتمی که شاید تو یک وسیله که خیلی تو کودکی ما می‌خریدیم باشه. چی؟ چه آیتم میتونه باشه؟ یا علی این چیه؟ سسه؟ از این لواشکا. ببینم چیه؟ لواشک همپا اسمشه اگه درست بگم. من تا حالا به اسمشون دقت نمی‌کردم. آلوچه فراوری شده. من این تا حالا نخوردم چرا پس؟ باز کنم بخوریم. جای شما خالی. البته دارم میسوزیم از گرما ولی من یه تیست بزنم. این ورشو بزن. اونجوری می‌خوای بخوری؟ من همین این زبون میزنم. ترشه. باحال خوشمزه است. من این تا حالا نخورده بودم قبلا. نمیدونم. تو تا حالا اینو خورده بودی؟ شبیهشو خوردم این نیست. تو چی بودین؟ تو لب بودی نه؟ بری بعدی. ویفر نادی. اینی که گفته بودم. خوراکی مورد علاقه من تو دوران بچگی. من بهترین ویفر و بیسکویتی که تو دوران بچگی می‌خوردم. همیشه بابام یه کارتون بزرگه از این بسته‌ها میگرفت. ما همیشه تو یه هفته تمامش می‌کردیم. حالا به من بگین نادی یا نادری؟ من نادی طرفدارش بیشترم. من نادی فنم. کاکائوی نادری خیلی خوشمزه داره. این خورده کم شیرینه. باز کنم. این خرسه یادتونه؟ خیلی هم میتونید ببینید. خیلی هم معلومه. زوم کن آقای متین دو انجره. متین دو انجره اون دیگه اصلا نمیشه نشون بده بود. بوش که همونه. با یه ذره نه. یه ذره کم شیرین تره. یه کوچولو تغییر کرده. یه ذره کم شیرین تره ولی تردیش همونه. طعمش هم همون. طعمش بره. تو هم یه ذره شما رو با فازهای دوران کودکی ببرم چی؟ با چی تو دوران کودکی فاز می‌گرفتین؟ ما معمولا شکرول. نه فاز سیگار. من چوب شور می‌خوردم تو بچگی. فاز سیگاری برمی داشت. درست هسته. آیتم بعد. پشمام. همون چیزی که فکر می‌کردم. این کلاً چیزاشون رو عوض کردن. شکل بسته‌بندیشون رو عوض کردن. فکر می‌کنم یه بسته‌بندی زرد رنگ داشت. آره. به ما نمیخوری بچه جون. فندق داری؟
فندق داری؟ نه همه خیلی خوشمزه است. ولی طعمی که قدیما میداد نمیده. این یه طعم حالت سم ساق طلایی میده. راست میگی ها؟ چرا؟ تو هم ساق طلایی میده. یکی دیگه بخورم راست میگم. قشنگ هم ساق طلایی طورش میگم شور میده. آفرین ها. همونه. ترتر و تو دهن آب شدتریه. قشنگ همونه. تم بعدی ما که اینجا می‌زنیم تبک. یکی یه ذره با کلاس شده، تحصیل کرده شده. تور دبکی. به به. بله. شکلش همونه. این تور نمکی ها رو با چای نمیخوردن؟ اشتباه میکنم؟ نه این نمک داره. نمک با چای نمیخورم. من خوشم نمیاد. من بودم نه. قدیم بهتر بود. الان طعمون یه ذره نرم هم هست. خیلی تورت نیست. یه گزینه دیگه که یه ذره با کلاس تر می‌خوام. مثلا تور دیگه خیلی تاثیر کرده. فوق لیسانس. این شکلکی ها پشمام. مدرسه میگم هر کی اینو میآورد دیگه خیلی با کلاس خیلی بچه هولدار بود دیگر کنار داشت. من هیچ وقت نمی‌خورم. پشمام شبیه ماهی کلا. اما خرد شده که نشده؟ نه با خودشه شکل خود این قدیم بزرگتر بود. این چیه؟ ما قبلا شکل‌های مختلف نداشتیم. میمون بود، خرگوش بود. حیوانات مختلف بود داشتیم. چه اصلا طعم نداره. طعم نداره اصلا. چرا نه شور نه شیرین؟ نه هیچی نداره. ما فقط یه چیزی تورده. 3 تا آیتم خوردیم کپم. بعدی که میخوایم با شما در اشتراک بزنیم تنها نیست، 2 تاست. به نظر چی میتونه باشه؟ 2 تا کیکه؟ احتمالاً کیکه. تاینیه؟ کیک دوقلوه. ولی این تاینیه که ما داریم نگاه کارخونه یه طرفش باز بازه. مسموم شدید من گردن نمید. این کبک زده نه؟ بازش کن ببینم. ظاهری همونه. آقا این الانم معروفه. این دیگه دوران بچگی‌های ما خیلی نمیدونم. ولی این تو دوران بچگی ما خیلی معروف بود. خیلی. فکر نمی‌کنم. مثلا منو میگرفتم با شیر میخورن یا شیکاگو. الانم خیلی معروفه آخه. نه الان موینی پور میگن جای اینو گرفته. من موینی پور فکر خوشم نکنم. نمیاد. موینی پور رو من خوردم. حقیقتا اصلا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. این جای خودش خفنه، اونم جای خودش به نظر من. حالا من قدیم حتی مثلا مامانم بازار میرفت میخواست خونه بیاد میگفتم همیشه واسم تاینی بگیره. خیلی خوب. الان این طعمی که اون قدیم می‌خوردی میده؟ آره همونه. هیچ تغییر خاصی نکرده. من زیاد خوشم نمیاد. مشکل باز بود. جالبه عکس یک نینی داره. میدونم کدومه. بیسکویت مادره. نه یه بیسکویت آبی رنگه. آره همونه. چیه این؟ این یه زوم کن متین. اینو دیدن. خیلی هاشون دیدن. او آب شده که. این دوست دارم. شکلاتش آب شده. آب شده قشنگ همه شکلاتش. قشنگ همونه. عجب چیزیه. طعم‌مزه نارگیل داره با روکش شکلات آب شده. دیگه الان گرم همه شکلاتاش آب شده. این یه ویفری بود که underrated بود. خیلی ها اینو پیدا نکرده بودن ولی واقعا خداست این. من اینو خیلی تو چیزی ندیدم. ما این انقدر گشتیم پیدا کردیم. بعد یه گزینه‌ای هست که تو مدرسه نمیذاشتن چیپس پفک بری ولی نمیدونم این چی نشون در رفته. استک پفکی لینا از بسته به دهان. چی از بسته به دهان؟ دراز اومد. شب بسته به دهان. حقیقتا من اینو نمیخوردم. یه پفکی بود همین لینا بود نمیدونم چیتوز بود. توپای بزرگتری داشت. نمیدونم یادته یا نه. خوردید حالا؟ از همونا. خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. از همون طعمی که قبلا میدادن ولی اون موقع حال دیگه ای میداد. بریم بعدی. بعد آیتمیه که تو این دوره یه ذره اسمش بد رفته چون تازه عروس دامادا خیلی ازش استفاده میکنن. What؟ یک ذره مشهور شده جده ولی قبلا خوراکی کودکی بود. خیلی بد گفتی. مثلا کنجکاو شدم چی هست؟ کرم کاکائو فندقی فرمند. این الان منشوری شده؟ کجاش منشوری این؟ نه خیلی منشوری شده حالا. من نمیدونم چی بر سر بچه‌ها کامنت کن. من جهرش چه بر سر این اومده من نمیدونم والا. این تیریک داره. این تیریک سرشو بزنی. بعد سرشو برمی‌داری. این سرش سوراخ داره. برعکس میزنی رو این پیچ میدی. تمام. من از این اصلا خوشم نمیومد. به به. خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه، خیلی شیرینه. الان شیرینیش اومد تو دهنم. خیلی شیرین اصلا خوشمزه است ولی خیلی شیرینه. اصلا نه یا آیتمه که معمولا مادر بزرگا تو کی بشین یه همسیه از اونها رو داشتن.
ها؟ شکلات دیگه، آب نباته؟ نه آدامسه؟ آدامسه. درست هست دیگه بر تو نه اونو بده من. این چیه؟ آدامس شیک. اونو بده. واه این اینو خیلی بده من. بنانه. این همچنان بسته‌بندی همونه. خیلی کیفیت هم معلومه. همونه. نه معلومه. اینا رو بذار الان تست نکن. اینا رو آخر سر آخر سر کنیم. تست می‌کنیم. آره. الان تو دهنمون بعد یه ذره بجویم. خوردیم. من میخوام شما این زن بدفاز. باز. باز جا. آقا با این درست رفتار کن. اینو بعد میآورد اینجوری بعد تقدیم میکردی. من خط قرمزم شکرول شکسته است. ساتیسفاینگ. هیچ کدومش ساتیسفاینگ. این فاز سیگار برگ به آدم میده. اصلا دیگه معلوم نیست خیلی دوره. به مولا برات کم نذاشتم. ممکنه. The best. این همونه هیچ تغییر نکنه. اصلا همون اصلا هیچ نه شکرش کم زیاد نه شکرش زیاد نه شکرش کمه آیتم آخر بازم داریم آخر خودم میخوام آیتم آخری داره منشوریه. یا آخ خدا. جون عاشق ساندیسم ایرانی‌ها یه اشتباهی که میکنن از اینجا ساندویچ رو باز میکنن. این اشتباهه. ساندویچ از اینجا باز میشه. البته یه چیزی من بگم ما این خالی نمیخوردیم اینو میذاشتیم توی فریزر یخ میزد. صبح تا غروب میذاشتیم صبح تو فریزر میرفتیم صبح ابتدایی بود. بازی میکردیم فوتبال تا غروب که میرفتی خونه این تو فریزر یخمکی بود خیلی باحال. قشنگ. الان به ما چیزی نسبت ندین ما الان فقط داریم تست میکنیم. خب فشار بده. بده. چقدر بدمزه است عاشق ساندیسم همون درمون دیگه. من اصلا خوشم نمیاد اون طعم قدیمو نمیده خیلی بدمزه است من البته آناناسش رو نمیخوردم همیشه سیب موزش رو میخوردم سیب موزش خیلی خوشمزه بود سیب موز پیدا نکردیم خب بچه‌ها بده بعدی بده یه ذره استراحت کردم به شما حال دادم ساندویچ دادم خوردیم آیتم بعد یک کپی از یک نمونه خارجیه به نظرتون چی میتونه باشه کیت کات. هیچ به این الهام میشه علم غیب داری بده فقط ندی آخه آفتاب معروف ترین های کپی ایرانی همینه دیگه. اون تک دیگه تک. ریده شده توش. کیت کت البته یه چیز دیگه است من رفتم فروشگاه این تک تکه. کیت کت هم داشتن کیت کات هم دارن. این آب شده من نمیخورم. من اینو خیلی دوست دارم من همیشه تو بچگی اینو می‌خوردم البته این نمیدونم تو خورده بودی یا نه این یه حالت دوتایی هم داشت این حالت چهارتایی این یادی بود. آره اون حالت دوتایی هم داشت من خوردم اینو ولی من هیچ وقت با این حال نمی‌کردم. ارتباط نمی‌گرفتم اصلا. این حالت حال نمی‌کنه چرا؟ چون یه طعم موندگی میداد همیشه نمیدونم چرا. یه آیتم خیلی ویژه داریم که الان یه ذره باکلاس شده قدیم ما پربرکت‌تر بود الان یه ذره کم برکت شده برای باکلاس شد پربرکت. آیتم ویژه بعد یا ابوالفضل چیه لبلبه اوه لب پشمام. البته سوک هم داشتیم. به نظر چی توش هست من میگم بدون از این ماشینایی که بعد درستش کنی پازلی توشه من میگم یه از این با یه شکلات من میگم اکشن فیگورای اینقدی توشه. اکشن فیگور فکر نه اکشن نمی‌کنم فیگور نیست از این اسباب بازی کوچولای آدمکی. باز کنیم من بچه بودم یا علی عروسک توشه عروسک توشه. این چیه؟ اسکوید گیم. اسکوید گیم چه باله این چیه؟ استیکر میوه برچسب میوه این چیه؟ ژله نوشیدنی توت فرنگی اشمام الان اینقدر گرمه. برای ما بیشتر اسباب بازی توش بود این توش عروسک این دیگه خیلی دیگه جدید شده یه سوکسوکایی بودن ببینم چند قیمتش این شکلی بود. بعد توشون از این مناره‌های هخامنشی بود. 217 تومن این یا 217 علی تومنه؟ 217 تومن این اونایی که دهه 80 هستین یه سری سوکسوکایی بود استخونی نمیدونم یادتون یا نه اونا هم خیلی باحال بودن. چه عطر خوبی داره عطر توت فرنگی میده خوبه؟ خوبه میدونی چی مثل چی اونه؟ میخوای ژله توت فرنگی درست کنی مادهشو برش بزنی آفرین قبل از اینکه ژله بشه مایه ژله است. توت فرنگیه خب اونه. ولی این خیلی واسه من جالبه. اسکوید گیم برای یک بچه‌ای که کای سن باحال نداره الان این چی هست میره سریال میبینه دیوانه میشه. بده آدامسا رو الان تستش آدمسا کن رو داده بودی ما دوباره بده آدامسا رو تست کنیم دیگه آیتمامو تموم شد آیتم ها دیگه تموم شد هم بخورم عطر هنوز این عطر هنوز همونه. نه عطر کن هنوز همونه. هنوز هم خوبه آدامس بد نمیشه اصلا یه ذره اسانسش شاید کمتر باشه یه وگرنه سری آدمسا کلیت آدامسا اسانس دیگه توش دارچین نمیریزن که نه درست حرفت ولی یه سری آدمسا اینقدر سفت میشن اصلا نمیشه خورد. حالا آدم تو این کار نکن هنوز همونه که برام میمونیم هنوز همونی تمام